سلام. تا همین جای کار یه خسته نباشید اساسی عرض میکنم به همه اشرف نشانها و دستاندرکارای برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران. آقا واقعا خسته نباشید، دستتون در نکنید، دم همگی گرم. واقعا خدا قوت، خدا قوت، خدا قوت. ما خیلی مخلصیم. شما ادامه بده، من برم این پلاکاردا رو بیارم. در هر صورت هر جا ما خیلی مخلصیم. بله، این روزا درست به موازات جنب و جوشی که تو همه اعضای خانواده مقاومت ایران هست و همه در تدارک گردهمایی سالانه هستن، یه جنب و جوش که چه عرض کنم، یه شلتاق پلتاق بدجوری هم تو دم و دستگاه آخونده افتاده که بالا و پایین هم نداره. یعنی درولوده ولایت شیخبری و باقی اذناب رژیم داره مثل سیر و سرکه همینجوری میجوشه. سیر و سرکه برای گویا شدن تصویر. مسئولین نظام جمهوری اسلامی بدانند، آنهایی که میخواهند این کار را بکنند. سیر و سیر. من می‌خواستم برنامه مفهوم بشه بیشتر. بله، خیلی متشکرم. اصلا نباشید. بله، یعنی همین روزاست که یهو تلویزیون آخونده رو روشن میکنی، میبینی تیتراژ اخبارش رو میزنه، بعد یکی صداشو انداخته تو بشکه میگه با سلام به پیشگاه امام راحل و نایب بر حقشان مقام عظمای ولایت و پسر کوچیکه مقام عظما مجتبی، پاریس بار دیگر مأوای دشمنان نظام. برخورد دوگانه کشورهای غربی با مقوله تروریسم خشم جهانیان را برانگیخته است. صدها هزار تن از دشمنان نظام گرد هم آمدند تا پیروزی های نظام جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف را وارونه جلوه بدهند. ما بالاخره نفهمیدیم این 5 به علاوه 1 با ماست یا بدون ماست با سالاد و نوشابه. اینکه جمعیت چقدره و چند هزار نفره و اینها یه جوری آخوندا رو میسوزونه، اینکه مهمونا و شخصیت هایی که تو این برنامه شرکت میکنن کیان، این یه جور دیگه میسوزونه. یعنی میسوزونه که چه عرض کنم، تاول میزنه. اینکه مغزشویی شدن و مجبور شدن و اصلا اینا شخصیت نیستن و اوه بیا و تموشا کن. در خبرها آمده بود که تعداد زیادی از شخصیت‌های بین‌المللی و مشهور جهانی در گردهمایی دشمنان نظام شرکت کردند. خبرها حاکی از آن است که دشمنان نظام پولهای کلانی به این شخصیت‌ها دادند و هی باز می‌دهند. و اکنون سوال اینجاست که مسئولین نظام جمهوری اسلامی با این همه پول نفت که دوتر میکنند ماکسیموم شخصیتی که میتوانند بیاورند پیرعضله جهان رونی کولمن است و این نشان دهنده برخورد دوگانی غرب با تروریسم و تأثیرات گازهای گلخانه‌ای در لایه اوزون است. حالا اینا که خوبه، تو روز روشن دروغی جور میکنن که اصلا مورچه شاخ در میاره. مثلا یه شخصیتی از یه کشور رو میاره جای یک شخصیت دیگه جا میزنه، اصلا کن فیکون میکنه. یعنی اینو دیگه آدم نمیدونه باید به کدوم قسمت مغزش بده تا جواب بگیره. ولی ایشون آقای فوبیوس نخست وزیر انگلیس هستن و دارن انزجار خودشون رو از گردهمایی دشمنان نظام اعلام میکنن. ایشون میگن که آدما دو دستن، یه عده اونایی که التزامشون به مقام عظمای ولایت قلبی و عملی هست، یه عده اونایی که نیست، مال ایشون هست. بعدم درخواستشون اینه که کل اروپا جزء هلال شیعی بشه و از حوزه یورو خارج بشه بره تو حوزه ریال و با شعار وای اگر خامنه‌ای حکم جهادم دهد اظهارات خودشون رو به پایان میرسونن. ایشون مال ایشون هم هست. حالا مضحک‌ترین فاز این داستان اونجاییه که 4 تا مأمور اسقاطی رو توی یکی از کوچه‌های بنبست فلنگ نشون میدن، بعد میگن تظاهرات اعضای سابق مجاهدین جلوی کاخ الیزه با شرکت شخصیت‌های کشوری و لشکری فرانسه و پرزیدنت منظومه شمسی، اونم تظاهرات علیه گردهمایی مقاومت. یعنی دیگه نمیدونه آدم چیکار کنه. من یکی از اون بالاها بودم، یکی از اون نفرات اصلی مرکزی خیلی بالا بودم، یعنی جزء اون چیزای اصلی که اصلا خیلی مهم بودن. الان خودم پای برهنه بدون اینکه از رژیم ببخشید
نظام مقدس جمهوری اسلامی پولی بگیرم یا مثلا پاسپورتم و بلیط هواپیمامو جور کنن، خودم مستقیم از هتل لاله تهران یه راست اومدم سفارت جمهوری اسلامی تو فرانسه. اونم فقط به خاطر آدرس این محل تظاهرات گسترده که اینجا هست. من تو تمام سالهایی که اونجا بودم عمرمو گذاشتم، حتی یه بارم نتونستم سوسیس تخم مرغ بخورم. سوسیس تخم مرغ نخوردم چون بالاهاشون سوسیس میخورن، پاییناشون تخم مرغ. برای همین ما هیچ وقت نتونستیم سوسیس تخم مرغ بخوریم. الان خواستار برگزاری دادگاه بی‌طلب هستم که پول ما رو بدن، که بعدش لااقل یه شیشم سوسیس تخم مرغ تمیز بخوریم. این سوسیس تخم مرغ تو دلم مونده. سوسیس تخم مرغ عمرمو گذاشتم پای سوسیس تخم مرغ نخوردم. خودم اومدم. بله، اینا همه مال قبل از مراسم بود. گرد همایی که برگزار میشه و به همت هموطنانمون یک موشک درست و حسابی شلیک میشه تو بیت ولایت، تازه اونجاست که اصل زوزه ها بلند میشه. یعنی تمام رسانه های دنیا دارن تصویر 10,000 ایرانی و شخصیت های حامی مقاومت و اینا رو نشون میدن. بعد پشم شیشه ولایت یکی رو ور میداره میاره میگه اینا اصلا ایرانی نبودن، مال لهستان و چک و اون طرفا بودن، بعد پولی گرفتن. یعنی این دیگه آخرشه واقعا. چی شد؟ من پاسیشا پرشکو هستم، یه دانشجو دختر لهستانی که پدر و مادرم چکسلواکیایی هستن، پسرم هم بچه لیتوانیه. من همراه پدر و مادرم داشتم درسمو میخوندم که یهویی اینا اومدن ما رو از تو خونمون خرکش کردن. ببخشید من نمیتونم خوب فارسی صحبت کنم، ولی یادم ما رو بردن پاریس که اونجا دیدم یه جایی بود که همه همینجوری بود، به صورت ازدحامی پر از عناصر ضد نظام بود که 100,000 خورده‌ای بودن اول که شمرد، ولی بعد که دقت کردم شمردمشون دیدم واقعا تعداد انگشت شماری هستن. هیچ پایگاهی هم ندارن، هیچ پول و امکاناتی هم ندارن که اینو من وقتی فهمیدم که یه چک $1,000 از سفارت ایران برام اومد. حالا الان اگه مسئولین یه $1,000 ثبت دیگه لطف کنن بدن، بنده حاضرم همینجا داستان نوادا و همکاری اینا با القاعده و داعش و MI6 و فیفا و یونسکو، GMT، سامسونگ، LG، توییتر، فیسبوک اینا رو من حاضرم اول ازون بگم. خلاصه این که این قصه سر دراز دارد. یعنی اگه بخوایم این سوز و گدازای آخونده از گرد همایی پاریس رو همچی درست و حسابی پنبشو بزنیم کلی زمان میخواد که من اصلا نمیخوام بیشتر از این شما رو خسته کنم. واقعا خسته نباشید، دستون درد نکنه. به خاطر این برنامه خوبی که درست کردید من خواستم تشکر کنم، مخصوصا این همکار محترمتون که واقعا میاد اینجا برنامه اجرا میکنه. من واقعا خودم دست مریضات، خودم خیلی تشکر میکنم. با اجازهتون من برم این اتوبوسا الان میان. دست شما در دستون خیلی ممنون، متشکرم. من برم اتوبوسا رو بردارم الان میارم. این تیکه مقام عضوارم بگو دیگه بابا. بله اگه شما اجازه بدید ما می‌خواستیم بگیم دیگه. خب آقا اینایی که تا اینجا گفتیم همش نمودهای بیرونی داستان بود، هنوز به اندرونی ولایت نرسیدیم. حالا بیرون که اینه شما خودتون حساب اندرونی رو بکنید. یعنی نوار مغزی خامنه‌ای رو که این روزا بگیری، گرد همایی پاریس روی رژه رفته اینجوری. نوار مغز عظما در محضر دکترا، خطی و قاطی بود، خطی و نوار مغز عظما در محضر دکترا، خطی و قاطی بود، خطی و طبیب توی مطب متحیر صدا زد، این چه نوار مغزی بود، این چه نوار. میدونی چی دادش جواب دکتر؟ علت عیبش اینه آقای دکتر، من روانیم چشمم شده خیز، من روانیم چشمم شده خیز. از اون جلسه تو شهر پاریس، از اون جلسه تو باز من خمارم، حتی یه سانتیری پوز ندارم. باز من خمارم، حتی یه سانتیری پوز ندارم. سوریه بغداد و سنا کمون، توی پاریسم باز میارم، توی پاریسم. حالا بریم عظما دلا
جمعش کن بینیم بابا. بله. این قسمت بلش خیلی تکراری شده، یعنی هی میری میای میگی بله 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 بله. خب بله دیگه. باز میگه بله. خب چی بگم آقا؟ اصلا من چی نمیگم، شما بگو. بله. نه منظورم اینه که نه بله. اصلا همون بله درسته ها، همون بله رو هر چیز دیگه ای نمیشه گفت. من برم این وسیله رو بله. دم همه مسافرای پاریس گرم، همه چشم‌ها به شماست. یک کهکشان دیگه و یک درخشش دیگه. خداحافظ همگی. میتوان و باید